خب ولنتاین امسال نزدیکه برای آقایونی که نمیدونن برای پارتنرشون چی کادوی ولنتاین بگیرن. نه با ما نیست. گفت آقایان با ما نیست. بعد ولی تایم چرا مثلا یکی باید چه؟ ولی تایم مگه منظورش این نیست شما تمام روزا برای خانمت کادو بخر ولی تایم اونا برای شما باید بخرن؟ مگه این منظورش نیست؟ نه. دوباره اینجا ما باید کادو بدیم؟ آره. همه جا ما ولی با ما نیست. با آقایونه. با ما نیست. آقایون محترم قابل توجهتون. ما جسمی GLS میباخ داریم، G63 4x4 داریم. همه کس جی بعدی نگو. مطمئنا درباره این نقطه و ایناست. جی بعدی نگو باور من دارم درباره این کدام جیب ما متوجه مدل ماشین شدیم فقط جی بعدی دیگه. یعنی این سه تا جی که گفتی بخوایم بخریم اون جی هست بعد نظر من و خودتون اونا اذیت میشه. 3043 AMG این اسل خوشگل آبی هم خیلی برای ولنتاین میبرن. این مخاطبای تو همه که از کیان این ماشین آبی هم خیلی برای ولنتاین میبرن مثلا کیت کته نمیدونم اوبیه شکلات اوبیه چیزه که مثلا خیلی برای ولنتاین میبرن. یه درخواستی ازت دارم این مخاطبات خیلی وضعشون خوبه ببین اگه مثلا با پسر مشکل ندارن مونم جزو ولی تایمش هم بذارن. اگه میشه این آبی من بخوام سه تا از با پیرن من هیچ مشکلی داری مشکلی با واقع حوادثش من نه مگه اصلا اتفاقی برش تازه جی هم داره یه جی میدم یه دونه اینا میگیره.